مگه داریم از این بامی خوشمزه تر و خوش رنگ و لعاب‌تر؟ ببینین چقدر شهد داره داخلش و چقدر خوش بافته. بریم برای درست کردن همچین بامیه خوشمزه‌ای. اول از همه بچه‌ها روغن یا کره رو داخل مایتابه به همراه آب میریزیم. میذاریم کرهمون باز بشه، شکر رو بهش اضافه میکنیم. شعلتون بچه‌ها خیلی زیاد نباشه. هم میزنیم. وقتی که به این حالت رسید و از کنارها شروع به جوشیدن کرد، آرد رو به یک باره به موادمون اضافه میکنیم. بچه‌ها این مرحله از بامیه خیلی مهمه و شما نباید مواد رو فقط هم بزنید. شما باید موادتون رو با حالا قاشق یا همون لیسک بزنید تو سر خمیرتون. ببینید به این شکل. باید 7-8 دقیقه بزنید تو سر خمیرتون و همین کار رو ادامه بدین. خیلی مهمه این مرحله بچه‌ها. وقتی به این حالت رسید عالیه. باید یک خمیر نرم و لطیفی داشته باشین. بعد مواد رو میریزیم داخل یه ظرف دیگه ای، میذاریم سرد بشه. نه خیلی سرد نه خیلی گرم بچه‌ها. متعادل باشه. تخم مرغ ها رو یکی یکی به موادمون اضافه میکنیم و با همزن هم میزنیم. دورگیری حتما بچه‌ها انجام بدین که خمیر یک دستی داشته باشین. تخم مرغ دوم رو که اضافه کردیم، وانیل، بیکینگ پودر و جوش شیرین رو به موادمون اضافه میکنیم. میتونین جوش شیرین رو حذف کنین. با دور تند همزن کامل با هم مخلوطشون میکنیم. موادتون بچه‌ها باید به این حالت برسه. با انگشتتون تست کنین. حالت چسبندگی باید داشته باشه. ببینید. مواد رو میریزیم داخل قیف، ماسوره میزنیم. از هر ماسوره میتونین استفاده کنین بچه‌ها. با قیچی داخل روغن سرد. برای بامی روغن باید حتما سرد باشه و زیاد هم قیچی نزنین که موادتون پف میکنه. همین اندازه باشه عالیه. خب موادمون رو میذاریم روی گاز بچه‌ها با شعله کم. فقط شعله‌تون زیاد نباشه که بامیه هاتون بچه‌ها خمیری میشه وسطش و کامل پخته نمیشه. وقتی که طلایی شد میریزیم داخل شربت. 2-3 دقیقه میذاریم تو شربت باشه. بعدم میریزیم تو صافی که شربت اضافیش گرفته بشه. فقط حتما بچه‌ها شربتتون سرد و بامیه ها داغ باشه. خب اینم از یه بامیه خوشمزه و خوشگل. نوش جونتون.